سلام به همگی، خوش اومدید به لایو ما. خوش اومدید، روز جمعتون بخیر. سلام. امروز اومدیم با آموزش پوستسازی و کانتورینگ با مروارید جون. لایو سایه هم بچه زیاد داشتیم تو پیجمون. میشه امروز از کرم نارس و استیلادر بزنید؟ سلام به همگی، خیلی خوش اومدیم به لایومون. بچه من سری قبل از این دو کرم زدم تو لایو قبلی، یعنی برید نگاه کنید. من زدم، امروز میخوام یه کار دیگه انجام بدم. برای خط چشم از چی استفاده میکنید؟ من برای خط چشم هم از گریماس آکوای گریماس استفاده میکنم، هم از خط چشم ژله‌ای مچ. برای پوستی که خیلی چربه چه کرم پودری برای استفاده روزانه خوبه؟ برای استفاده روزانه از داروخانه بگیرید کرم اکتیپور. 2 شماره هم داره، هر کدوم که به پوستتون نزدیک‌تر بود و بگیرید. چه مدل سایه کار شده؟ بچه الان یه سایه گوش تیره است، تم سبز رنگ داره. این سایه رو من نداشتم، گفتم که برای پیجم یه سایه رنگی با تم سبز بزنم. خیلی سبزش مشخص نیست ولی خب رنگش نمیشه. اگه اسپری نزنیم چی میشه؟ هیچ اتفاقی نمیفته ولی خب بهتره دیگه. اسپری پوست مکمن برای شروع کارم زدم. بچه من امروز میخوام این کرم پودر رو تست کنم و اینکه در مورد کرم پودر کاتریس هم خیلی سوال کردیم، میخوام یه نکته در موردش بگم. چرا کرم پود میماسه؟ بچه ها یه لحظه بایستید، من میخوام براش از کرم پودر مای میکاپ استوری استفاده بکنم. شماره 04 هم هست. کرم پودرای کلا برند خوبیه و ایشون چون حالا مدل هستن میخوام رو پوستش تست کنم. چی؟ چرا کرم پود میماسه؟ خب یا خوب نمیزنید یا برند خوبی استفاده نکردید. بالاخره میشه فورور بزنید؟ فورور بزنم؟ چرا این اسمه؟ نمیدونم، اینجا نوشتم. برای ابرو چی خوبه؟ امروز از فول کاور فورور استفاده میکنم و علاوه یک کرم پودر کاتریس. بچه این کاتریس رو من بارها گفتم توی همه کرم پودر ازش استفاده میکنم. این شماره 30شه ولی کلا از شماره 10ش تا شماره 45ش تقریبا رنگا خیلی تفاوت نداره. من اینو تو همه کرم پودرام میریزم، حتی پوستایی که خیلی پوستای خوب و نرمالیه به تنهایی هم میتونید ازش استفاده بکنید. اینو خیلی سوال کرده بوده که آیا از کاتریس میشه به تنهایی استفاده کرد؟ بله میشه، پوشش خیلی بالایی نداره ولی برای پوستایی که نرماله به راحتی میتونید استفاده کنید. یه پوست خیلی ملایم و لایت در بیارید، خیلی هم عالیه با توجه به قیمتش. میشه کرم پودر فورور رو کاتریس بزنید؟ بله دارن میزنن. ببینید من الان دارم فورور رو میزنم، فول کاورش رو. بله و علاوه کاتریس. من اگه از شهرستان بیام برای آموزش چند روز طول میکشه؟ بچه یه هفته زمان آموزش همونه، از شنبه 6 روز یعنی تا 5 شنبه. چی؟ از یک شنبه تا 5 شنبه، چون 2 جلسه اول معمولا با همه 6 جلسه است دیگه. کلاسامون 6 جلسه ایه. کلاس گروهیمون هم 5 جلسه ایه که از 18ام، درست گفتم 18ام، 19ام، 20م و 21م دی ماه برگزار میشه.
بچه ها براشون از پرایمر بنفیت میخوام استفاده بکنم. یه مقداری روی مخصوصا تیزبینشون چربه. میشه هم ژل ابرو هم ریمل ابرو هم زمان استفاده کرد؟ ژل ابرو ریمل ابرو یه ذره سخت میشه دیگه، چون وقتی ژل ابرو رو استفاده میکنی کاملا ابرو رو فیکس میکنی، بعد ریمل ابرو میاد دوباره مثل شونه میشه. به نظرم یکیشو استفاده کنی. نوشتن پوست این خانم چه مدلیه؟ ببین پوستشون یه مقداری مختلفه، روی تیزانشون یه مقداری چربه، ولی بقیه جاها معمولی رو به خشکه. کرم پودر کلارنس هم توضیح میدید چطوره؟ کرم پودر کلارنس هم جز خوباست، عالی نیست ولی کلارنس خوبه. اشتباه دارم میگم. میشه فورور 52 با استیلادر استفاده کرد؟ ببینید فورور 52 خودش یه مقداری خوب سنگینه، مخصوصا اگه فول کاورش رو بخواین استفاده بکنی. به خاطر همین اگه با استیلادر هم بخواین ترکیبش کنین میشه، ولی حتما یه کرم پودری مثل نارس یا کاتریس داخلش بریزین یا از روغن‌های آرایشی استفاده کنین. اینجاش معلومه کرد کاموفلاژ رو قبل از پرایمر میزنید؟ کاموفلاژ رو؟ بله. من کاموفلاژ اصلا نزدم. هم میگه کلن سوالی کاموفلاژ کلی اصلا برای پوست نمیزنیم به خاطر اینکه سنگینه، مگر برای پوستی که بخوایم ضد آبش کنیم. میگن این چی بود استفاده کرد؟ این که الان دستمه این بچه فکر کنم همین آبرستان کلینیک قبلی هم پرایمر بنفیت بود. میشه اسپریفیکس رو هم قبل و هم بعد استفاده کرد؟ بله اسپریفیکس مک این خاصیت داره. از پوپا راضی هستی؟ خیلی. بهترین کرم پود برای عروس چیه که کاورش خیلی بالا باشه؟ ترکیب استیلادر و نارس از نظر من. کاتریس ایرانیه؟ فکر نکنم. نه کاتریس ایرانی نیست، ولی یه کرم پودری که با وجودی که قیمتش جز مناسباست ولی خیلی کار من یکی رو خیلی راه میندازه. به همه هم توصیه میکنم که توی کرم پودرشون استفاده کنم. یعنی فکر میکنم کارخونه سازنده کاتریس از وقتی که ما داریم اینو در موردش صحبت میکنیم کلی فروشش رفته بالا، چون مطمئنم که تا قبل از اینکه ما استفاده بکنیم خیلی برند شناخته شده ای نبود. برای پوستای خشکم خوبه؟ چی کاتریس؟ بله. فورور و کاتریس علامت سوال. فورور 52 و کاتریس دارم میذارم براشون. کرم پود رو از کجا از چه فروشگاهی بخریم؟ بچه‌ها یه پیج الان براتون پین میکنم، ملورین کازمتیک، از ایشون تهیه کنید. در مورد کرم پودر کلارنس هم بپرسید. کلارنس خوبه بچه‌ها گفتم. الان جفسون چون شد تکرار. نه آخه چون یه دفعه اشتباه کردی گفتم شاید متوجه نشده. کلارنس خوبه بچه‌ها. آبرسان خوب. کلینیک. میگم جایگزین بگم برای کلینیک. آبرسان کلینیک واقعا جایگزین نداره. بچه خیلی هم میگن که چرا کرم پودر رو زیاد میزنی؟ الان این مثلا از نظر خیلی خب میگن سنگین میشه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست، چون که ما درسته که هدر میره کرم پودرمون، ولی خوبیش به اینه که پوست رو میتونیم کاملا یک دست کنیم و یک پوست خیلی خوب بسازیم. گوشیتون چیه؟ بگم 13 پرومکس. آبرسان پوست چرب کلینیک چطوره؟ از کجا میشه تهیه کرد؟ بچه پیجی پین کردی؟ آره پین کردم. بچه پیجی که براتون پین کردیم پایین همه خریداتون رو میتونید ازشون بکنید. کاتریس و فورور چه شمارهش خوبه؟
کاتریس بچه از شماره 10 تا 45 خوبه. فورور فکر می‌کنم چنده؟ 11 خیلی خوبه. البته شما باید همیشه رنگ پوست مشتریتون هم در نظر بگیرید. یعنی اصلا اینکه ما بگیم چه شماره‌ای، شاید مثلا من الان این شماره ها رو قاطی کنم مناسب پوست ایشون باشه. ما خب چند تا رنگ داریم، بستگی داره به اینکه چه پوستی زیر دستمون بیاد. کدوم شماره فورور رو اینم گفتم. پوپا بهتره یا دبی؟ ببینید پوپا بهتره از لحاظ برندینگش. دبی رو من قبلا خیلی کار میکردم، ولی چون که دبی الان خیلی کمه تو بازار و یا تقریبا نیست و نابود شده، ما رفتم سراغ برندهای دیگه و خب خیلی تست کردم، دیدم پوپا هم حجم بالایی داره، هم قیمتش مناسبه، همین که خیلی خوبه. و من چون که برای هنرجامم معرفی میکنم، همیشه سعی میکنم یه کاری انجام بدم که به نفعشون باشه و با این خیلی اوکی هستم. پوپا. کرم پودر هدا بیوتی با کدوم کرم ترکیب بشه؟ فورور خوبه؟ فورور سنگینه، هدا هم سنگینه. به نظر من با یه کرم پودر سبک‌تر مثل نارس یا مثلا اورال ترکیبش کنید. نوشته روی کرم نوشته لیکوید، یعنی چی؟ یعنی مایع. لیکوید یعنی مایع. گلیتر برای پشت چشم چی خوبه؟ بچه های گلیترهایی هست فورور 52 داره که خیلی خوشگل و خوبن و بافتش یه جوریه که یعنی تکسچر خود گلیترها ریزش نداره خیلی. ولی کرم پودرایی هم که ما گلیترایی هم که داریم، بذارین نشونتون بدم. بچه هیچ برند خاصی نداره، از همین پیج میتونین تهیه کنید. اینا هم خیلی جنسشون خوبه و اندازه خود گلیترها هم ریزش نداره وقتی روی چشم میذاریم بدون هیچ گونه چسبی. من الان یه مقدار گلیتر زدم برای چشم ایشون. بیوتی بلندرتون مارکش چیه؟ فورور 52. آبرسان اون کیفیتش خوبه؟ اون برند ایرانیه فکر میکنم. اون نه یه زمانی حتی من یکی از محصولاتش هم داشتم ولی اصلا الان یادم نیست راستش. از هر بلندری میشه استفاده کرد یا اینکه نه بچه بعضی از بلندرها حتی خیلی قیمتاش بالا هم هست، 800-900 تومنه، ولی میبینید اصلا خوبم نیستن. همین بلندرهایی که ما داریم از همین پیج ملولین میگیریم یا خانم شیما، بلندرهای خیلی خوبی هم. قطره فرارسی خوبه؟ قطره فرارسی بله. در مورد کرم هدا بیوتی میشه بگین توضیح بیشتری بدن؟ کرم پودر هدا بیوتی کرم پودر فوق‌العاده سنگینیه. به خاطر سنگین بودنش من استفاده نمی کنم. من استیلادر رو ترجیح میدم، یعنی سلیقه منه. شاید خیلی از همکارا هدا هم استفاده بکنن، ولی در کل به نظر من کرم پودر سنگینیه و زمان زیادی میخواد که شما بخوابونید. شاید برای کسی که مبتدیه خیلی کار سختی باشه، ولی استیلادر با توجه به اینکه پوشش‌دهی بالایی داره ولی خیلی اوکیه. فورور برای چه پوستی خوبه؟ فورور 52 برای پوستایی که نرمالن، خیلی مثلا خانمیه که پوست خیلی چروکی داره براش استفاده نکنید، یا اگر هم میخواین استفاده بکنید این کاتریس یا نارسش رو بیشتر بریزید یا از روغن‌های آرایشی استفاده بکنید. نوشته این کرم پودر خیلی توناژ بژ داره ولی آخر کار صورت هلویی میشه؟ نه اینا بژ داره، اصلا هلویی هم نمیشه. ولی تو دوربین خیلی زردتر نشونش میده. که شما توی دوربین من دارم می‌بینید با این نوری که ما داریم و بدون فیلتره، اصلا اون چیزی نیست که متاسفانه ما اینجا داریم می‌بینیم. ما اینجا یه پوست خوش رنگ، من میام بعداً فیلم‌ها رو می‌بینم دیگه، می‌بینم که واقعاً کاری که ما داریم انجام میدیم اینجا خیلی خیلی خوش رنگ‌تره تا اون چیزی که شما دارید می‌بینید. شما دیگه بعد فقط بیشتر به اون نکات آموزشی دقت کنید. در واقع یه کرم خوب معرفی کنید برای عروس. یه کرم برای عروس بچه نارس خیلی خوبه اگه سبک میخواین. کرم کاتریس و فورور برای مازندران خوبه؟
نمیدونم والا آخه منظورتون به خاطر شرجی بودنشه. باید تست کنیم دیگه. پرایمر چشم به جز مریکی. چون داشتی مریکی استفاده می‌کردی گفتم بجز 488 نفر. بچه پرایمر خیلی خوب. خب من میدونید که خیلی با مریکی کار میکنم چون که برند خوبیه، سالها هم هست که دارم ازش استفاده میکنم. ولی فورور 52 آرتیستا اینا هم خوبه. نارس هم خوبه بچه ها. پوپا چه شماره ای؟ بکنم پرایمر گفتن. پرایمر چشم. پرایمر چشم مریکی من استفاده میکنم. بچه یه مقدارم میخوام با کانسیلر مریکی هم یه مقدارم تارت بزنم که یکم روشن‌تر کنم و غلظتش رو ببرم بالا، چون زیر چشم ایشون چروک نداره و خیلی جوونه. بعد یکم من جواب بدم. میگن پوپا چه شماره؟ پوپا شماره بچه از 2 تا 6 خوش رنگه، همش خوش رنگه، توی یه توناژ رنگی هم هست. برای از بین بردن خط لبخند چی کار کنیم؟ بچه خط لبخند رو نمیتونید از بین ببرید، ولی من همیشه گفتم شما به عنوان میکاپ آرتیست فقط باید کنترلش کنید که بیشتر از اون نشه. ولی شما چروک رو نمیتونید از بین ببرید که با زدن کرم تازه کرم که میزنید چروک بیشتر خودشو نشون میده. فقط باید کنترلش کنید که بیشتر از اون چروک ندید برای مشتری. پوست با جوش زیر پوستی رو چطور کاور کنیم؟ جوش زیر پوستی هم که برجستگی میاره براتون، اون برجستگی ها رو هیچ کاری نمیتونید بکنید. یعنی اگه جایی میگن که از بین میره، واقعا از بین نمیره. پودر فیکس زرد چه موقع استفاده میشه؟ زرد؟ آره منظورشون بکنم همون نخودیه است. خب وقتی پوست گندمی داره شما میایید از کرم پودر فیکس نخود با پودر فیکس نخودی استفاده میکنید. من خودم بیشتر طرفدار پوستای نخودی هم تا پوست هولی. نارس چه شماره‌ایشو بگیریم که مایل به همین رنگی باشه که شما زدین؟ پاتاگونیا بچه ها فکر کنم اگه اشتباه نکنم. پاتاگونیا کانسیلر برای دور چشمی که چروک داره با کاور بالا. همین مریکی بچه. به غیر از کانسیلر تارت چی خوبه؟ دوباره مریکی. کرم کاتریس هم میشه به پوست چرب زد هم خوش؟ کرم کاتریس رو بچه ها چون که بیسش هم آبه خب معمولا برای پوست خوش خیلی بهتره. روی پوست چرب اگر میزنید باید یه پرایمر مخصوص پوستای چرب حتما بزنید یا یه پاکسازی خوب انجام بدید که چربی رو متعادل کنید. خیلی پرسیدم پوپا چه شمارش. بچه ها گفتیم از 2 تا 6 تا همه توی توناژ رنگی، خیلی تفاوتی نداره رنگاش با هم. هایلایتر خیلی خوب معرفی کنید. هایلایتر خیلی خوب کت واندی خوبه، فورور هدا بیوتی خوبه. آیا بلندر هم فاسد میشه؟ بلندر بعد یه مدتی اصلا مجبورید که عوضش کنید. برای همین فورور 52 که من دارم باش کار میکنم خدایی موندگاری بالایی داره. پد بلندرتون مرطوبه؟ بله کاملا. یعنی در واقع نم داره بچه ها، خیس نیست، نم داره. یعنی وقتی فشارش میدی نباید هیچ آبی ازش خارج بشه، فقط اینکه یه مقداری باید مرطوب باشه، نمدار باشه. خط چشم میبلین اگه خوش بشه چی کارش کنیم؟ قطره اینگلوت توش بریزید بچه ها. هر خط چشمی اگه خوش بشه ژله‌ای باشه. قطره فرارسی برای چی استفاده میشه؟ قطره فرارسی رو داخل کرم پودرتون بریزید، دوام کرم پودر بالا میبره. بچه من میخوام از این پودر فیکس استفاده بکنم برای ایشون. ایرسپونه. سوالای تکراری رو بچه ها من نمیپرسم. فورور هم گفتین با کاتریس دیگه. بچه ها لایو سیف میشه، میتونید لایو سیف شده رو ببینید. واقعا جواب خیلی از سوالاتتون رو میگیرید چون ما اینا رو اول لایو جواب دادیم. نگران نباشید بچه لایو رو سیف میکنید. شده زنگ نخوره. کرم پودر مک برای پوستای چرب خوبه؟
کرم پودر مک. آره بچه من میگم اگر که کنترل کنید پوست رو از قبل، یعنی پاکسازی انجام بدید و شما تو کلاسامون کامل اینا رو تو کلاسامون توضیح میدیم و چربی و خشکی پوست رو متعادل کنید، میتونید هر کرم پودری رو استفاده کنید برای پوست. اورال شیشه‌ای یا پمپی بگیرم؟ اورال شیشه‌ای. کانتور الهه حاجی آوا جدیدش اومده؟ بله. مدل قبلیش بچه دیگه تولید نمیشه، ولی اینم خیلی خوبه. درسته؟ این کانتور الهه حاجی آواه که من توی استوریایی که الان روی صفحه همین پیج هست کار کردم باهاش. بهترین کرم پود برای پوست چروک؟ برای پوست چروک مریکی کاتریس. کاتریس رو به تنهایی هم میتونید بچه برای پوستای چروک استفاده بکنید. کانسیلر خوبم گفتن، فورور هم گفتن با کاتریس. جان چی؟ اینه فورور. فورور 50 میبینی؟ کانتوره؟ اینه بسنم؟ نه خب داریم فورور؟ نمیدونم. آه پایین من حواسم آوردمش بیرون. آوردی بیرون؟ نه نیست، با هم میکنم الان باید ترک بشه و این پیدا بشه. دستبند و انگشترتون رو از چه پیجی گرفتین؟ خیلی خوشگله بچه. از پیج نگرفتم دستبند اینا رو، خودم حضوری خریدم. یه مرکز خرید هست به اسم اندیشه. کاتریس 10 خوبه یا 30؟ کدوم کار بردی؟ جفتش هم بچه پر کار برده، من از جفتش هم دائم استفاده میکنم. الهه حاجی آوا کدوم شمارش؟ بچه شماره نداره، تگ رنگه. رنگه. بلندر رو با آب خیس کردین یا اسپری فیکس؟ با آب. من اصلا با اسپری فیکس خیس نمیکنم. اسپری فیکس یه حالت نوچی داره، برای همه کنترلش راحت نیست. این سایه مناسب چه چشماییه؟ چشمایی که افتادگی هم داره میتونید این سایه رو استفاده بکنید، چون گوشه ها تیره کار میشه. میگن به مروارید جون بگید که هیچ کس مثل شما نیست. مرسی عزیزم. کرم گریماس خوبه واسه عروس؟ نه به نظر من نه، مخصوصا کیک میکاپش که اصلا نمیشه روش کانترل کرد، خیلی پوشش زیادی داره، ولی بعد یه مدت اینا کرمای سنگینی هست. میشه یه آموزش پوست خیلی تیره رو بذارید؟ اگر که پیدا کنیم کسی رو مدلی پیدا بکنم حتما. بچه به زودی میخوام یه آموزش بذارم برای چشمای بالومی. اگه یکی از این خانم‌های افغان رو پیدا بکنم حتما، یا فیلیپینی، حتما براشون آموزششون میذارم چون خیلی میخوان. این براش چیه که دارین باش کانتور میکنی؟ این براش سفورای شماره 57 بچه ها. این مقداری هم بکنم نایابه. آره نیست هر چیزی که خوبه یه دفعه میبینین که چون مثلا هنرجوهای ما هم خرید میکنن یه هایی دیگه اصلا نیست. این پالت کانتورتون اسمش چیه؟ این شاپارله بچه ها. اینم انشالله به زودی به تعداد زیاد میگیم که براتون آماده کنن. حالا فعلا دارن کاراشو انجام میدن چون خیلی پالت خوبیه. من از وقتی که این به دستم رسیده مدام دارم از این استفاده میکنم. ولی اگر که حالا تا زمانی که اینم بیاد شما فورور 52 هم میتونید خیلی استفاده کنید، اونم خیلی خوبه. الان مثلا فورور 52 بزنم پالتم رو پیدا نکردم. انقدر که اینجا چیزای زیادی داریم. تو خدا سوال منم بپرسید از مروارید جون. نمیدونم ترکیب کرکتور و پرایمر و آبرسانی رو یعنی چی؟ منظورش کرکتور پرایمر. آها میخوان که ببینن که چجوری استفاده بکنن. احتمالاً ببینید کرکتور که بعد بذارید بعد از پرایمر یا همون آبرسان، یعنی یا پرایمر بزنید یا آبرسان بزنید. اگه پوستتون خشک بود که میایید از همین آندرریسایی مثل کلینیک استفاده میکنید. اگه پوستتون چرب بود پرایمر استفاده میکنید. چرا؟ چون پرایمرها میان و میبندن منافذ رو و چربی رو کمتر اجازه میدن. نمیگم اصلا، ولی کمتر اجازه میدن. پوستای مختلفی هم که مثلا پوست ایشونه
هم پرایمر استفاده کنید هم آبرسان، یعنی جاهایی که خشک آبرسان، یه جاهایی که چربه پرایمر. خب بعد از اینکه این کارو کردیم میایید از کرکتورها استفاده میکنید. تمام. نوشتن چشم ریزم آموزش بدید. چشم ریز بله برای آخه بچه ببینید یه سری چیزا واقعا تخصصیه. من دلم میخواد آموزش بدم ولی خب کسایی که زحمت میکشن و حضوری میان تو کلاس‌ها خب همیشه به ما این نقد رو دارن که برای چی مثلا همه چیزو میخوای آموزش بدی. خب بالاخره اونا هم حق دارن. یه سری چیزا رو واقعا تو کلاس‌ها فقط میتونیم آموزش بدیم. این پیجی که پایین پین کردید همه محصولاتی که مروت جان استفاده میکنن رو دارن؟ بله عزیزم اکثرش رو دارن و خب منم خیالم راحته که چون زیر نظر خودمه خیالم راحته که همه چیز رو هم منصفانه قیمتش رو میگن همین که محصولات خوبی دارن. میشه این سایه هم یه بار آموزش بدید؟ بله حتما بچه واقعا این سایه اون چیزی که شما دارید میبینید اگه به چشمتون زیبا میاد واقعا نصف زیباییش معلومه توی لایت. اصلا رنگش معلوم نیست. من دارم تو گوشی و بیرون رو میبینم دوتاش هم با هم دارم. اینقدر این سایه خوشگلیه ولی خب متاسفانه هم نور هم اینا همه تاثیر میذاره دیگه. لباس مدل رو از کجا میشه تهیه کرد؟ لباس مدل منظورشون یقه حجابش. یقه حجابشون رو از پیج داره بچه‌ها. نلا فکر میکنم نلاه. بچه خیلی تعداد زیاده. اگه من جواب سوال بعضی ها رو نمیدم واقعا نمیبینم. پس سوال همینجوری داره میره بالا. خب ببینم ظهر جمعه بعد از ظهر جمعه چند نفر گوشی 479 نفر. محصولات مریکی رو از کجا تهیه کنیم؟ از همین پیج بچه‌ها. میشه پالت کانتورشون چیه بگین دوباره؟ بچه‌ها برند شاپارله پیدا نمی‌کنید ازش. بعد از همین پیج ملورین پیگیری بکنید. هر موقع که موجود شد ما براتون میفرستیم. حالا حتما این کار میکنیم با کسی که وارد کنندش ما در تماسیم چون که خیلی برند خوبیه. من دوست دارم برای هنرجوها حتما از این محصول شاپارل تهیه کنم. منتظریم که بهمون خبرش رو بدن. پالت رژگونه‌تون هم معرفی کنین. پالت رژگونه همین رژگونه نزدم بچه‌ها. من اومدم فعلا از رژگونه مایع نارس استفاده کردم. کلاسای مجازیتون ببخشید. کلاسای مجازیتون کی شروع میشه؟ بچه کلاس مجازی تقریبا سعی می‌کنیم که هر ماه داشته باشیم. الان فکر کنم یه 3 هفته میشه از کلاس مجازی گذشته. نه اوایل نه بیشتر گذشته. 19 بوده دیگه. یه ماه گذشته. یک ماه گذشته بعد بذاریم. اوایل بهمن. آره اوایل بهمن ماه. من یه کلاس گروهی دارم بچه هفته آینده یعنی همین هفته که میاد از یک شنبه. نه. بعد این کلاس هم تموم بشه انشالله برای تبلیغات که البته اطلاع رسانی دیگه اطلاع رسانی کلاسای مجازیمون اقدام میکنیم انشالله. کلاسای گروهی هم سال مجایی توضیح خودت بده باشه. این یه دونه سوال بامزه است بخونم. نوشته چرا نتیجه سالها زحمتتون رو رایگان در اختیار فالووراتون میذاری؟ به نظر من اصلا اشکال نداره. من لذت میبرم از اینکه این کارو میکنم. انقدر من انرژی مثبت از شما میگیرم که در ازاش دوست دارم هر چی که بلدم رو یاد بگیرم. یاد بدم بهتون. بچه‌ها کلاسای حضوریمون به صورت گروهی از تاریخ 18 دی ماه الی 22 درسته؟ 18 19 20 21 وای من چرا همیشه اینو اشتباه میگم. 19 دی ماه الی 22 دی ماه در 4 روز 5 جلسه برگزار میشه. در 5 جلسه برگزار میشه. 0 تا 100 مکاب و کامل بهتون آموزش میدن. تکرار و تمرین دارید و اینکه مدرک بهتون میدن. دیگه چی میکنیم؟ فیلم خودمون براتون فیلم میگیریم. فیلم ها رو براتون میفرستیم که داشته باشید. اجازه فیلم برداری دارید. روش فیلم برداری رو بهتون آموزش میدیم. بچه ها
فقط ظرفیت خیلی محدوده. قیمت کلاسمون 6 میلیون تومنه و فعلا دیگه دوره کلاس گروهی نداریم متاسفانه. من یه چیزی بگم در مورد کلاس ها بچه‌ها، چون خودم مطمئنم به آموزشم، انقدر این کلاس ها براتون میتونه مفید باشه، انقدر نکته مفید من براتون آماده کردم که تو این کلاس ها بدم و ناراحتم از این که چرا نمیتونم مدام کلاس های گروهی بذارم، چون خیلی ها به خاطر هزینه ترجیح میدن کلاس های گروهی هم. ولی ما متاسفانه اینجا انقدر حجم کاریمون بالاست، من نمیتونم مدام کلاس های گروهی بذارم. به خاطر همین واقعا بهتون پیشنهاد میکنم که اگر میتونید توی این کلاس گروهی شرکت کنید و اینکه ظرفیتمون هم چیزی نمونده، فکر کنم 1-2 نفر دیگه میتونیم ثبت نام کنیم. آره 2-3 نفر میتونید شرکت کنید و کلی نکته یاد بگیرید. آدم به بی‌انصافی سولماز ندیدم، بلد نیست سوال بخونه. داشتم به این می‌خندیدم. اصلا ازت انتظار نداشتم. بخون. سایه فورور 52 خوبه؟ سایه فورور 52 رو بچه استفاده نکردم ولی خوبه، جزء برندهای خوبه دیگه با توجه به قیمتش. من اینایی که میگم خوبه بچه با توجه به قیمتشون خوبم واقعا. لطفاً کلاس آنلاین هم بذارید. چشم. بچه دوستایی که میخواین کلاس‌های آنلاین هم شرکت کنن، ما الان 6 دورمون رو گذروندیم و همه سیو شده با کیفیت خوب توی کانال تلگراممون هست. میتونید ثبت نام کنید از کلاس‌های آنلاینمون. مثلا کسی که راهشون بره نمیتونن واقعا حضوری بیان، میتونن تا الان حداقل 6 جلسه رو میتونن تهیه کنن. برنزرتون چی بود؟ بچه‌ها گفتن پوپا بود. بچه‌ها سوالا واقعا زیاده. ببینید 480 نفر داخل پیجن و من دارن همه سوال میپرسن. من واقعا نمیتونم داخل لایون من نمیتونم جواب همه رو بدم. ساعتتون خیلی شیکه، پیج داره. نه والا من اصلا پیج جرئت نمیکنم خرید کنم این چیزا رو. یه روزگونه اقتصادی به جز نارس بگین. یه روزگونه اقتصادی به جز نارس کاتریس و راحتی میتونید کاتریس تهیه کنید. روزگونه نارس یه دونه جدید اومده، بذار تستش کنیم بعد معرفیش میکنیم بچه. همین مایه هست. چه باید کنم کاتریس؟ بچه ها من در مورد کلاس ورکشاپ 2 روزمون هم یه توضیح بهتون بدم. یه ورکشاپ 2 روزه داریم که پوست مخملی و پوست واترپروف توش آموزش میدیم. 2 تا مکاپ کامل 0 تا 100 20 و 21 دی ماه برگزار میشه. تکرار تمرین دارید، بهتون مدرک داده میشه و قیمتش هم 3 میلیون تومنه. بچه همه محصولاتمون هم توی کلاس ها هم آپدیت هم 0 تا 100 بهتون از 0 تا 100 معرفی میکنیم. هم قیمت مناسبا رو، هم اونایی که برندن هم قیمتش بالاتر. حضوری بهتره یا مجازی؟ بستگی داره که شما کجا باشید، چقدر بخواید هزینه بکنید. اگه میتونید هزینه بکنید بدون هیچ گونه شکی میگم حضوری. ولی کلاسای مجازیمون هم واقعا پرباره. یعنی 4 ساعت ما برای هر کلاسمون زمان میذاریم، آموزش‌های جدید میذاریم. من که خودم خیلی راضی هم از کلاسای مجازی. میگن که پودر فیکستون چه مارکی بود؟ پودر فیکس داریم بچه ها ایرسپونه بچه ها، یه بوی خیلی خوبم داره. مجازیتون که عالی بود، نکته به نکته و دقیق. خواهش میکنم. خدا رو شکر بچه شما این چیزا رو میگید، خب هم بقیه متوجه میشن، همین که خود ما هم خیلی خستگی کار از سرمون در میره. برای کلاس مجازی میگن چجوری ثبت نام کنیم؟ بچه‌ها به زودی اطلاع رسانی میکنیم بهتون. برای کلاس‌های قبلیمون هم بچه‌ها دایرکت بدید، ادمین راهنماییتون میکنه. نارس فیجی دارم، با چه شماره‌ای از کاتریس ترکیب کنم؟ با شماره بچه‌ها بستگی به رنگ پوست مشتریتون داره عزیزم. شماره این قلم چیه؟ این قلمی که دستمه شمارهش 221 مکه. بچه قلم‌های مک عالی هست. یعنی من چند ساله دارم استفاده میکنم، فقط نهایتاً گم میشه که من عوضشون، یعنی مجبور میشم دوباره بگیرم.
پودر فیکس رو از کجا تهیه کنی؟ بچه پیج زیر رو ما پین کردیم ملورین کازمتیکو، پیام بدید راهنماییتون میکنم. 100 بار پرسیدم یه مداد ابرو بگین. 100 بار. ببخشید بچه ها، حجم دایره تا حجم پیامو بالاست. سلمازم که بی‌معرفتی خبر نمی‌کنه. مداد ابرو فورور 52 بچه مداد خوبی داره. همه اینجا به من بد و بیرا میگن. بعدی که پودر فیکس زدن جدا باید تهیه کرد. جان؟ چی؟ بعدی که پودر فیکس زدن. بله بچه ها جداست. اینا رو همه رو به پیج ملورین پیام بدید توضیح میدم براتون. بچه من یه بار دیگه میگم واقعا رنگ سایه الان اینجا مشخص نیست. صافی پوست اینکه چجوری کرم پود خوابیده فکر میکنم مشخص نیست، ولی خب دیگه شما آموزش رو در نظر بگیرید دیگه. هزینه کلاسای این هفته‌تون رو میشه بفرمایید و اینکه گروهی است یا خصوصی. بچه این هفته کلاسامون گروهیه. 0 تا 100 گروهیمون 6 میلیون تومان، ورکشاپ گروهیمون 3 میلیون تومان. برای ثبت نامم دایرکت بدید من راهنماییتون میکنم. بچه روی قیمتامون آف خورده. گروهیامون الان در حال حاضر 8 میلیونه که توی این چند روز ما گذاشتیمش 3 میلیون، ببخشید 6 میلیون. آپدیتمون 5 میلیونه که گذاشتیمش 3 میلیون. چرا کرم پود بعد از 3 ساعت ماتو کدر میشه؟ بستگی داره که کرم پودری بزنید بچه ها. سلماز بد شکل صدات رو اعصابمونه. بچه نگیرید همه سلماز رو فرق. سلماز قبل که اصلا یه همچین لایوی رو ما نمیتونستیم بگیریم. کاموفلاژ کریولاین خوبه؟ باور کنید انقدر زحمت میکشه الان گریه میکنه. کاموفلاژ کریولاین خوبه؟ کاموفلاژ کریولاین برای چه کاریه؟ برای پوست میخواین استفاده بکنید؟ خب خیلی سنگینه. با سایه چشم میشه سایه ابرو انداخت؟ ماندگاریش خوبه؟ بله من میندازم خودم بعضی وقتا، مثلا آناستازیا سافت گلم. برای پوست خشک با منافذ باز چه کرم پودری استفاده کنی؟ پوست خشک با منافذ باز. بچه پوست خشک معمولا منافذش بسته است. اگه منظورتون پوست مختلطه چه کرم پودری؟ کرم پودر سبک. بی زحمت یه براش هاشور ابرو معرفی کنید. بچه براش هاشور ابرویی که ما استفاده میکنیم که دیگه معروفه، الان بهتون نشون میدم. بچه این براش هاشور ابروی منه که همیشه ازش استفاده میکنم. سرش هم کجه، درش هم همیشه بذارید چون که توی براش های دیگه ممکنه که آسیب ببینه. بچه ها اومدن برای دفاع از من. مرسی از همتون. نوشته سلماز جون لای کشیش خوبه. بس دوستاتو خبر کردی؟ آره دیدم نمیشه اینجوری. کانسیلر مریکی چه شماره‌ای مناسب همه پوستاست؟ کانسیلر مریکی لایت بیج، خیلی خوشمزه. زیر چشمی که هم گودی داره هم چروک و کبودی رو چیکار کنیم کویر نشه؟ هم گودی داره هم چروک و هم کبودی. بچه باید برای این زیر چشم باید حتما از کورکتور نارنجی استفاده بکنید، ولی مواظب باشید که اندازه بزنید که بتونید کنترلش کنید. پودر فیکس فلورمار چه شماره خوبه؟ پودر فیکس فلورمار، من فلورمار پودر فیکسش رو استفاده نمی‌کنم. فقط یه دونه من پودر بیکش رو دارم که تقریبا گذاشتمش کنار. خوبه من نمیگم بده، ولی من بنایو ترجیح میدم برای بیک. یه مارک رژ لب خوب بگید. رژ لب خوب، خب آناستازیا پالتش خیلی خوبه ولی خب خیلی قیمتش بالاست. همین شاپارل هم همینطور، ولی اینا یه مقداری دسترسی بهشون سخته. جیکت آره. رژ لبای مایک هم خیلی خوبه بچه. مرواری جون، مریم جون، مینا جون تک هستین. مرسی.
کانسیلر جیکت خوبه؟ کانسیلر جیکت یه مقداری بچه سنگینه، ولی کسایی که یه مدتی که تارت نبود خیلی رفته بودن سمت جیکت. بچه راستی حالا که اسم خواهرای من اومد، خواهر کوچیک من مینا پیج نبات پیستری هم داره یعنی دیگه اومده تهران برای کار کیک هم هست. تبلیغش رو نمیخوام بکنم، واقعا کاراش اوکی و خوبه، میتونید به پیجش سر بزنید. ترمز هم میتونه براتون پین کنه پیجشو. بله. و از این هفته هم کلاس آموزش حفظش نیستم پیجشو. نبات پیستری میاد نه دیگه اینجا نمیاد. براتون چی میکنم بچه ها؟ زیر پست تگش میکنم، زیر همین پست. تازه میتونیم استوریش هم بکنیم. آره استوری هم میتونیم بکنیم. واقعا کارش عالیه. دیگه خدا رو شکر هم داریم پیش خودم. لطفاً خط لب لچیک بزنید. بله حتما. برای هاشور زدن با آکوا باید آب رو توی آکوا رو با آب خیس کنین یا اسپری فیکس؟ من با آب خیس میکنم. میشه چند شماره رژ لب خوش رنگ بگید؟ رژ لب جیکت ماندگاریش خوبه؟ یه مقداری چربه فکر میکنم، استفاده نکردم. من اینایی که دارم میگم هنرجو استفاده میکنن بعد به من میگن، یا اینکه مثلا همین کسایی که میفروشن اینا مثلا جیکت رو خیلی تعریف میکنن با توجه به قیمتش. البته من مثلا میگم بچه بدون با توجه به قیمتاشون. قلم شمارهش چنده؟ بچه شماره خاصی نداره این قلم، نه مارک خاصی داره نه شماره خاصی. این قلم مارک داره، من نمیتونم بخونم. کانسیلر آرتسکین خوبه برای چروک؟ کانسیلر آرتسکین فکر میکنم خوب باشه. آها آرتسکین آره بچه خوبه. اگه میخواین استفاده بکنین یه ذره کرم پودر کاتریس هم توش میتونیم بریزیم. آبرسان کلینیک رو از کجا میتونیم تهیه کنیم؟ پیجی که پین شده بچه پیام بدید راهنماییتون میکنن. دوربین رو ببرین جلو سایه رو از نزدیک ببینیم. بچه من زوم کردم حسابی. چه خط چشم ژله‌ای خوب معرفی کنید. گفتن از برونزر پوپا راضی هستین؟ خیلی. آکوای ابرو رو میشه نشون بدید؟ بله. بذارید روش کنم بزنم. رژ لب و بچه بهش برسن بهتون معرفی. ابرو کریولاینه. بله. نم روشونه همونه که میخواییم براشون بزنیم. بچه چون سایه اصلا مشخص نیست، یه مقداری تم سبزی داره، مشخص نیست ما خیلی کم یه سبزی. حالا بچه فیلمشو میگیریم براتون استوری میکنیم. به خاطر همین من میام رژ و رژگونه رو یه مقداری حالت رنگ‌های کرم گرم در واقع مثل آجوری و اینا میزنم. میشه قلم هاشور ابروتون یه بار نشون بدین ازش شات بگیریم؟ بله بذارید برام انجام بدم حتما. چه آکوای ابرویی ضد عرقه؟ آکوا نزنید، اگه میخواید ضد عرق باشه باید پماد ابرو بزنید. من از برند فرارسی استفاده میکنم. چون نشون بدم قلم باشه. این قلم معلوم تاره خوبه؟ من معلوم شد. آره رژگونه مارکش تارت بچه ها. اینا رژگونه های ستایی تارت. این دوتاشه، هر کدومش 3 تا توش داره، یعنی در واقع 9 تاست. خیلی من ازشون راضیم. کاور بخیه رو با چه کرم پودری میشه انجام داد؟ کاور برای بخیه باید ببینید اصلا رنگش چه رنگی آخه. اگه قرمزی داره باید کرکتور سبز روش بزنید، اگه کبودی داره کرکتور نارنجی بزنید، بعد کانسیلر نخودی بزنید، بعد کرم پودرتون رو بزنید. نباید روشن کار کنید اصلا. ریمل خوب معرفی میکنید؟ ریمل خوب بچه ریمل خیلی اسنس بزنید. اگه برای وقتی که موژه میذارید هر ریملی رو میتونید استفاده بکنید، چون فقط میخواید یه مقداری
اون مژه ها رو یکم تیره کنیم. خب از کجا تهیه کنیم قلم ابرو؟ بچه پیجی که پین کردیم میتونید بچه ایشون چون سر یه پروژه هستن نذاشتن ابروشون رو خوب حالت بدیم برداریم براشون، ابروشون رو گذاشتن در بیاد. به خاطر همین ما روی همین ابرو یه مقدار کار کردیم. بچه هیچ کرم پودری نیست که برای منافذ خوب باشه، باید شما پرایمر درست استفاده کنید، اونم با 100% نمیپوشونه. ریمل تو فیس خوبه؟ ریمل تو فیس بچه برند خوبیه، میتونید از ریملش هم استفاده کنید. من استفاده نکردم، من خودم برند بلو استفاده میکنم خیلی. آرتیستان خیلی خوبه. چشم مشکی چه رنگ لنزی خوبه؟ مشکی توسی عسلی، به نظر من توسی عسلی. مارک مژه‌تون چیه؟ بچه این مژه ها هم مارک نداره، میتونید پیام بدید، همین پیج میررینگ کاسمتیک انواعش رو براتون بفرسته و انتخاب، حتی شماره هم نداره. ما یعنی میارن برامون اینجا انتخاب میکنیم. در واقع براش ابروتون رو نشون میدین؟ ابرو؟ فکر کنم اون چیه رو منظورشون. آره شونه ابرو؟ شونه ابرو. مرسی. نگل بچه 9223 دیگه چی نشون؟ لطفاً 2 شماره کاتریس تیره و روشن رو بگید. 10 و 36 نوشته بپرسید ازشون، رفت سوالش. خط چشم رو با چی کشید؟ بچه به خدا اینو جواب دادن. خط چشم آکوای کریولاین نگیریماست و خط چشم ژله‌ای مک برای گوشه های چشم استفاده میکنم. هم این برند تاپ فیس هم خیلی خوبه. ریمل ابروی قهوه‌ای با شمارش معرفی کنید. بچه این مکه که خیلی عالیه، اینم تاپ فیسه. من این دوتا رو به عنوان ژله‌ای استفاده میکنم. یه برند دیگه هم هست تونی مولی، اونم خیلی خوبه. خب چی گفتی سلما؟ یادم چی گفتم؟ کریولاین؟ نه یه ریمل ابرو با رنگ با شمارش معرفی. کاراکتر شماره 209 کاراکتر 209 یا 211 است؟ نه 9 چند نفر طولایی بهمون موندن؟ ست براش سیگما خوبه 465 نفر. بله سیگما هم خوبه، ولی من بازم از مک راضی ترم. چرا بالای لب رو روشن کردین؟ با خاطر اینکه میخوام لب سازی کنم، برجسته کنم لب رو. پلت سایه رولوشن بهتره یا کاتریس یا کلارنس؟ پلت سایه رولوشن کاتریس یا کلارنس. اینا همشون بچه تقریبا توی سطحن. هایلایتر کتواندی خوبه؟ هایلایتر کتواندی بچه عالیه، ولی خیلی قیمتش بالاست. من حالا یه مقدار میزنم برای ایشون. تو صاف میکنی میزنم. تبریز هم میاییم برای آموزش؟ یه مقداری بچه رفت و آمد برام سخته، ولی انشالله بتونم حتما. بچه همه این محصولات رو میتونید از پیج زیر تهیه کنید، همه محصولات ما رو دارن. پرایمر و کرم پودر خوب توضیح دادن دیگه، کلی در مورد کرم پودر بچه تو این لایو توضیح دادن. رژ لب لچیک بچه میدارم از خط لب لچیک استفاده شماره 136 یکی از بهترین رنگ باشه بچه. خط لبش اصلا با عنوان رژ لب به نظرم میتونید استفاده بکنید. یه فروشگاه خوب معرفی کنین بچه ها. پین کردیم پرایمر بنفیت یا اسمش باکس؟ کدومش؟ بنفیت، قطعا بنفیت بهتره. خط چشمای ژله‌ای که یکم سفت شده با چی نرمش کنیم؟ با قطره اینگلوت گفتن. هایلایتر آرتیستا خوبه؟ هایلایتر آرتیستا استفاده نکردم ولی برند خوبیه. ریمل ابروی مشکی کم رنگ چی خوبه؟ ریمل ابروی مشکی اصلا من استفاده نمی‌کنم. میتونیم آندر بیس کلینیک رو به جای پرایمر استفاده کنیم؟ نه ربطی ندارن مثلا کارایشون به هم، مگه پوستی نرمال باشه. بخوام
براش های گراف چطور مروارید جون؟ من استفاده نمی‌کنم ولی دیدم خیلی جاها برای هنرجو میگن که یعنی هنرجو می‌بینم که گراف خریدن حالا جاهایی که رفتن آموزش. خوبه؟ جز عالیه نیست. لایف سیو میشه؟ اگر که اینترنت یاری بکنه بله. شماره قلم رژگونه و مارکش چی بود؟ قلم رژگونه فنتی بیوتی شماره نداره. دیگه هم فکر کنم اصلا ازش نمیاد. ولی یه چیزایی که میگم خوبه یه دفعه نیست میشه اصلا. پالت سایه مارک خوب. پالت سایه هدا بیوتی میتونید بگیرید، نیکت میتونید بگیرید، باز کنید. آناستازیا که خیلی عالیه. مورف میتونید بگیرید. بچه وقتی میخواین خرید کنین ازشون مشاوره بگیرید. ست براش چه مارکی بخریم؟ ست براش اگه میتونید هزینه بکنید مک بگیرید، قیمت مناسب تر سفورا و جسا. کرم پودر نارسو با چی ترکیب کنیم؟ نارسو میتونید به تنهایی برای پوستایی که حالا چروک داره بزنید. من با استیلادرم ترکیبش میکنم. مارک خط چشم ژله‌ای بچه‌ها گفتن مک. آدرستون کجاست؟ هزینه مکاپ 0 تا 100 آموزش 0 تا 100 آموزش میشه دیگه. 0 تا 100 مون به صورت خصوصی 10 میلیونه و گروهیمون که فقط این هفته برگزار میشه 6 میلیونه. بچه شماره خط لب گفتن 136 لچیکه. بچه انقدر خط لب خوبیه، به عنوان روژ هم حتی میشه استفاده کرد. چرا کرم پودرا رو ترکیب میکنی؟ به خاطر که خیلی قشنگ‌تر میشه تکسچرش روی پوست. برای مشتری ها چه برند سایه‌ای خیلی خوب استفاده میکنی و یه مارک ست براش معرفی کنی؟ برای مشتری بچه‌ها نیکد خیلی خوبه. هدا بیوتی بخوام ببرم خیلیه، ولی همین الان همه رو گفتم، چیزایی که خودم استفاده میکنم و همه رو الان بهتون گفتم. برای زدن کرم پود حتما باید براش باشه؟ نه با بلندر بزنید، ولی با دست خدا وکیلی نزنید کرم پود. نه تا پوست اوکی نباشه هیچ از وسط بپرسید تا پوست اوکی نباشه هیچ کرمی نمیشینه؟ ترجیحاً بچه‌ها هم پاکسازی کنید پوست مشتریتون رو، هم اینکه پرایمر درست و یا کلا آندر بیس های خوب بزنید برای پوستتون. واقعاً تاثیر داره. من بارها گفتم لوازم آرایشتون رو خوب تهیه کنید، وسیله‌هاتون خوب باشه. حتی اگه نمیتونید هزینه بکنید خب کم بگیرید، دونه دونه محصولات خوب استفاده بکنید. بسیار رو کارتون تاثیر داره. از هر جایی خرید نکنید بچه‌ها، چون بهتون فیک میندازن با قیمت بالا. من پیجایی که معرفی میکنم حداقل خیالم راحته، حتی اگه فیک هم داشته باشن میگن آقا جان که ندارن، میگن آقا جان این فیکه ما داریم بهت میدیم. به نظر من اصلا سمت محصولات فیک نرید. اینکه بریم از چه میدونم این بر اون بر محصول بگیریم که ارزون تر بیفته، اصلا این کار رو نکنید. خیلی مهمه توی این شرایطی که دارید به سختی پول در میارید، سعی کنید که خدایی محصولات خوب تهیه کنید و اصلا دنبال درجه 2 نباشید، درجه 2 و 3 نباشید. فراشاتون رو عالی تهیه کنید، آندربیس ها پرایمراتون رو عالی بخرید. رژتون چه مارکیه؟ چه اینم لچیکه، این شماره 16. آدرستون کجاست؟ ما شهرآرا هستیم بچه‌ها، سمت گیشا. خب بچه‌ها ما دیگه یواش یواش به پایان لایومون نزدیک میشیم. اگه سوالا دیگه تو نکته حد بیشترش رو جواب دادی دیگه از بچه‌ها خداحافظی کنیم. فقط یه خانمی خیلی نوشتم، من چند بار سوال کردم قطره اینگلوت برای چی استفاده میشه؟ بچه قطره اینگلوت یه قطره به اسم قطره معجزه‌گر معروفه. هم تو کرم پودرتون میتونید بریزید، هم اینکه توی این کرم پودر وقتی میریزید دوام کرم پودرتون رو بالا میبرید و یه حالت قفل تو کرم پودرتون ایجاد میکنید، رو پوست میمونه. همینطور توی مثلا چیزایی که خط چشمای پمادیتون یا
چی میگن پماد ابروهاتون هم میتونید بریزید اگر خوش شده باشه. خط چشم ژله‌ای، خط چشمای ژله‌ای اگه خوش شده باشه میتونید بعداً دوباره ازش استفاده بکنید. بچه‌ها من سعی کردم تمام سوالاتتون رو جواب بدم. باز ازتون عذرخواهی میکنم که نتونستم کلاس بعضی‌ها رو جواب بدم. باز اگه سوالی داشتید که واقعا میشد جواب بده تو دایرکت بپرسین، من در خدمتتونم. مرسی که امروز انقدر منو مورد لطف خودتون قرار دادین و یک بار دیگه در مورد کلاس‌ها توضیح میدم بهتون. کلاسامون سوالش نمیدونم حواسم پرت میشه. کلاسای گروهی 0 تا 100 مون از تاریخ 19 دی ماه الی 22 دی ماه در 5 جلسه برگزار میشه. بچه‌ها معرفی محصولات داریم، 0 تا 100 مکاپ رو بهتون آموزش میدیم، طریقه فیلم برداری و فیلم گرفتن از مدل خودمون براتون فیلم کلاسا رو میگیریم که حواستون هم پرت نشه، بتونید به آموزش دقت کنید. براتون میفرستیم و مدرک هم بهتون میدیم. تکرار و تمرین دارید، محصولات همه بهتون معرفی میشه. قیمتش هم 6 میلیون تومنه. و کلاس گروهیمون 2 روزه است، ورکشاپ 2 روزه است، 20 و 21 دی ماه. 2 تا مکاپ کامل عروس، پوست مخملی و پوست واترپروف بهتون آموزش داده میشه. و اینکه پوست مخملی و پوست واترپروف بهتون آموزش داده میشه. تمام محصولات بهتون معرفی میشه. 0 تا 100 2 تا مکاپ کامل، مدرک بهتون داده میشه. تکرار و تمرین دارید. توی کلاس آپدیتمون هم فیلم برداری داریم، فیلم کلاس رو میگیریم بهتون میدیم. قیمتش هم 3 میلیون تومنه. فرصت ثبت نامتون هم خیلی کمه، ظرفیتمون خیلی محدوده و 1-2 نفر بیشتر جا نداریم. اگه تصمیم به ثبت نام دارید هرچه سریعتر ثبت نامتون رو انجام بدید، چون کلاس خیلی پرباریه بچه‌ها. دیگه همین دیگه چیزی نمون براتون. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همتون.